به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. هر باری که خواستی که گناهی را انجام بدهی، این سه آیت را به یاد آر. یکم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم یعلم بان الله یری. آیا نمیداند که خداوند او را میبیند؟ بله، در چه حالی که نباشیم خداوند ما را دیده ایستاده است. آیا انسان در حالتی گناه کردن نمیداند که خداوند او را دیده ایستاده است؟ وقتی که ما انسان ها در نزد دیگر شخصان گناه کردن نتوانیم، شرم داریم، پس چی طور از پروردگار خود شرم نداریم در وقت گناه کرده؟ چون که در کدام حالی نباشیم، در کجایی که نباشیم، خداوند همه وقت ما را میبیند. پس چی طور در آن حالی که خداوند تو را دیده ایستاده است گناه میکنی؟ پس برادر و خواهر عزیزم، در وقت گناه کردن اگر این آیت را به یاد آری، انشاءالله این تو را کمک میکند که از این گناه دست بکشی. آیت دوم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولمن خاف مقام ربه جنتان. یعنی جنت برای کسی است که از جایگاه پروردگارش بترسد. یعنی جنت به آن شخصانی است که از پروردگار میترسند، از گناه دست میکشند. ای برادران و خواهران عزیزم، نخود که جنت که برای ما است آن را با گناه کردن عوض کنیم، با آن گناهی که لذتش در این دنیا 1 دقیقه و 2 دقیقه است، از این بیش نیست. آیت سیوم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یتق الله یجعل له مخرجا. یعنی هر کسی از ترس خدا تقوا پیشه کند، خداوند برای او راه خروج فراهم می سازد. یعنی اگر ما تقوا را پیشه کنیم، در وقت انجام دادن گناه از خدا بترسیم و این گناه را انجام ندهیم، خداوند یک راه خروج را بر ما فراهم می سازد. پس برادر و خواهر ایمانیم، هر وقتی که گناه میکنی این 3 آیت را به یاد آر. انشاءالله این 3 آیت سبب می شوند که تو از این گناه نجات یابی و ایمان و آبروی و جنت خود را حفظ می نمایی. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.